محصلین نهایت عزیز و محترم، ما شما بعد از این بعض ویدیوها را به شکل ترتیب خود کردیم که هم حجمش کمتر باشه و هم فهمش بیشتر شود. از خاطر از این که ما شما از مرحله گذشتیم که اساسات بخوانیم، ما شما در مرحله رسیدیم که در اوج ما شما زیادتر سر بحث ECG خود کردیم. مهمترین چیزی که ما شما درباره ریتم فهمیدیم، امروز صرف ما یک تکرار میکنم درباره ریتم. چند کلمه‌ای که در ریتم باید همیشه ما شما یاد داشته باشیم. اول کالکولیت ریت بود که ما شما این را یاد گرفتیم که چطور ریتم محاسبه میکنیم. اگر ریگولر بود بازمو فرمول 300 تقسیم تعداد خانه های بزرگ بود و اگر ایرگولر می بود باز ما شما او را فرمول دیگه ای را که تعقیب میکردیم که در 3 سکند در 3 سکند ما شما او را محاسبه میکردیم و ضرب عدد 20 میکردیم. و مسئله دیترمین ریگولاریتی را ما شما فهمیدیم، پی وی و پی آر انتروال و کی آر اس دیوریشن. یک بار باز تکرار میکنم این مسئله را از خاطر از اینکه بحث خیلی مهمتر است. شما ریگولاریتی را میبینین، فاصله بین آر آر اینجا فاصله است. شما ببینین این فاصله کتی فاصله به شکل منظم است. یعنی اگر ببینین یک خانه، دو خانه، سه خانه یا 3.5 خانه بین عزیز، بازم یک دو سه خانه، بازم همین چیز یک دو سه خانه، یک دو سه خانه بینشان قرار داره، یعنی فاصله بینشان منظم و نرمال است. خانه های بزرگ است که ما شما میفهمیم بینشان قرار گرفته. در این چند حالت امکان پذیر است، یا ممکن کمی غیر منظم باشه، کاملا غیر منظم باشه، یا منظم و غیر منظم باشه که فعلا ایرگولر است. در موجودیت موجی پی ما شما گفتیم که اول موجی پی باید موجود باشه، مثل که شما هم تو را دیدین موجی پی نه موجی پی بعدش موجی پی یک شکل باشه، یعنی شکل این موجی پی اگر این لید دوست برای ما شما، چون در ریتم ما اکثرا یک لید انتخاب میکنیم، لید دو بهترین لید است که برای خاطر ریتم انالایز انتخاب شده یا به خاطر تعیین ریتمی ها انتخاب شده. این صرف لید دوست موجی پی موجود است. اولی است که موجی پی باید موجود باشه. دوم یک شکل باشه، لایک باشه. مسئله سومی است که پی منظم باشه، ریگولر باشه، یعنی فاصله بین از ای پی تا ای پی و فاصله بین ای پی و ای پی، فاصله بین ای پی و ای پی کلش یک اندازه باشه، ریگولر باشه. مسئله دوم چیز دیگه ای که مهم است که بعد از هر پی یک دانه کی آر اس باشه. بعد از هر پی یک کی آر اس باید موجود باشه. پی هست کی آر اس باید باشه، پی هست کی آر اس. اگر چنین چیز بود باز ما میگیم که نورمال پی وی که ایچ کی آر اس است. پی آر انتروال یک دفعه باز شما ببینین این سوال را کمی دقت کنین که شما اندازه کنین. این اندازه پی آر انتروال است، یعنی هم موجی پی و هم پی آر سگمنت میگیره. اینی موجی پی است که شما میفهمین، اینی پی آر سگمنت است که من رنگ سرخ ساختم. این پی آر سگمنت است. وقتی که ما شما پی آر انتروال میگیم باز موجی پی جمع پی آر سگمنت است، یعنی همه از این اندازه است، یعنی از این ناحیه گرفته شده است تا این ناحیه. پی آر انتروال باید برای ما شما نرمال باشه که نرمال 3 تا 5 باکس است که از این شما اگر ببینین توجه برش کنین تقریبا 3 باکس میاد که 0.12 سکند میاد، چون ما شما میفهمیم که یک خانه خرد ما شما 0.04 سکند تایم میگیره در حالتی که به این شکل قرار میگیره و این نوایی ما شما ولتاژ نشان میده. امیدوارم درس‌های قبلی رو دیده باشین و این در یادتان باشه. یک خانه خرد برای ما شما 0.04 سکند ضرب 0.1 میلی ولت است، یعنی یک خانه به این شکل بلندیش 0.1 میلی ولت ولتاژ نشان میده. یک خانه کلان برای ما شما 0.2 سکند ضرب 0.5 میلی ولت می بود و هست. کی آر اس دیوریشن شما باز یک توجه کنین، اندازه کی آر اس دیوریشن توجه کنین، یک توجه باز کنین. کی آر اس دیوریشن نورمال کی آر اس دیوریشن 1 تا 3 باکس است که نورمال است. از این نورمال ساینس ریتمی است که ضربان قلب 60 تا 100 باشه که ما محاسبه کنیم ریگولر باشه، پی آر انتروالش پی نورمال باشه، لایک باشه، بعد از هر پی کی آر اس باشه، پی آر انتروال نورمال باشه، کی آر اس دیوریشن نورمال. هر چیزی که تغییر از این کنه که او اریتمی است، هر چیزی که تغییر از این حالت کنه او اریتمی است. ما شما بعضی از اریتمی ها رو خواندیم، اگر در یاد شما باشه بعضی از اریتمی ها رو ما شما خواندیم. مثلا ما شما ساینس اریتمی ها رو خواندیم
بعد از او که او ساینس تاکیکاردی بود، ساینس برادیکاردی بود، برادیکاردیا بود، ساینس پاوز بود. ایره ما شما خواندیم. ما شما باز در اوزین اریتمی های اوزینی رم خواندیم. اریتمی هایی که از اوزین بود ما شما اتریال فلاتر خواندیم، اتریال فیبریلیشن خواندیم، پریمچور بیتایش خواندیم، ما شما جنکشنال ریتم خواندیم، ما شما اکسلریتد جنکشنال ریتم خواندیم، ما شما جنکشنال تاکیکاردی رم خواندیم. حالا یک موضوع نهایت حساس، اریتمی های نهایت مهم و اریتمی هایی که تهدید کننده حیات سور ما شما میخوانیم، او اریتمی های عبارت از ونتریکولر اول ریتم است، ایردیو ونتریکولر ریتم است برای ما شما، بعدش هم ونتریکولر تاکیکاردی و اریتمی ها. خود ونتریکولر ریتم نرمال نیست. ما شما میخوانیم که چی دربارش میخوانیم. یک معلومات کوتاه. ونتریکولر ریتم است که سیاله از ونتریکل منشأ میگیره. ونتریکولر ریتم است که سیاله از ونتریکل منشأ میگیره. ونتریکولر ریتم است که سیاله از ونتریکل منشأ میگیره. ونتریکولر ریتم است که کیارسای کمپلکس در او بسیار واید می باشه و موجی پی در او موجود نیست. absent پی ویو است و سلو ریتم است، آهسته است. ونتریکولر ریتم است که آر فاصله نرمال است، پی موجود نیست. ونتریکولر ریتم ضربان نرمال 40 تا 20 تا 40 هست. ونتریکولر ریتم پس در فرمول خود ما میایم. اول ریتم محاسبه میکنیم. ونتریکولر ریتم خودش رگولر است، ممکن سلایتلی رگولر باشه. ریت 20 تا 40 است. بعد از ریتم ما شما چی را محاسبه میکنیم؟ رگولاریتی را. رگولر است. بعدش پی ویو موجود نیست. بعدش پیار انتروال موجود نیست. بعدش کیارس واید است، کلان است. نارمال کیارس چقدر بود؟ نارمال کیارس 1 تا 3 باکس. ای واید است، کلان است. اگر شما چنین ریتمی دیدین که در او ریت 20 تا 40 بود، رگولر بود، پی ویو نبود، پیار انتروال نبود، کیارس واید بود، شما میگین که ونتریکولر ریتم است. ما میخوایم پس به سلاید قبلی بدم شما یاری را ببینید. من یک کالر رو بگیرم که اینجا معلوم شبه برتان و اینجا محاسبه میکنیم. ریت چند است؟ شما میبینین که فاصله بین ای کیارس، بین ای کیارس و بین ای کیارس و بین ای کیارس نرمال است. وقت فاصله نرمال است شما خانه های بزرگ را حساب میکنین. یک خانه 2 3 4 5 6 7 8. یک کمی از این خانه آمده، کمی جا آمده، حدود 9. اگر شما 300 تقسیم عدد 9 بسازین در حدود چند میاد؟ اگر 300 تقسیم 10 ساختین 30، ممکن 35 بیاد. ببینین بین 20 تا 40 هست. بعدش ما شما پی ویو میدیدیم. پی ویو، آیا پی ویو در اینجا موجود است؟ شما کدام پی ویو میبینید؟ اینجا پی ویو هست؟ نخیر، نو، نه. بعدش پیار انتروال. اگر پی ویو نیست خود پیار انتروال هم نیست، نان. بعدش کیارس ما شما میبینیم. کیارس هست؟ بله هست. نورمال دیوریشن آف کیارس ما شما 1 تا 3 باکس. ایره شما ببینین از اینجا کیارس هست تا اینجا کیارس هست. 5 باکس است. 5 باکس میگیم کیارس واید است. ضربان چند است؟ 35 است. کیارس واید است. پی نیست، پیار انتروال نیست. خیلی سیاله از کجا منشأ گرفته؟ سیاله از ونتریکل منشأ گرفته. ممکن از اینجا منشأ گرفته باشه، ممکن از اینجا منشأ گرفته باشه، ممکن از لفت ونتریکل، ممکن از رایت ونتریکل منشأ گرفته. سیاله از ونتریکل منشأ گرفته.
جریان برقی و ذهنی نیست. جریان برقی بطینی موجود است و سلوس 20 تا 40 است. این ریتم برای ما شما ونتریکولر ریتم است که به نام ارلی ونتریکولر ریتم یاد می شود. پس ما شما در سلایدی که خواندیم دیگه رفتیم چی مهم است؟ The ventricular rhythm, apply your knowledge. And ventricular rhythm slow, ventricular rhythm برای ما شما slow rhythm است. ventricular rhythm slow rhythm است. 20 تا 40 است. beats regular است. QRS complex wide and bizarre یعنی به شکل است، خراب شکل است، wide است. P wave موجود نیست. اگر چنین چیز را دیدین ventricular rhythm است. accelerated ventricular rhythm چیست؟ accelerated ventricular rhythm ما بر شما یک مفکوره بتون. accelerated ventricular rhythm است که هر وقت ventricular rhythm سرعتش زیاد کردی، accelerate برش دادی. ventricular rhythm کدام rhythm بود که ریت ventricular rhythm او rhythm بود که ریت بین 20 تا 40 بود. پی ویو نبود، پی ویو پیار انتروال نبود. کیارس کامپلکس واید بود و رگولر بود. اگر اینی را شما اکسلریت کردین یعنی ضربان از 20 تا 40 نه 40 الی 100 ساختین، ریتم شما نامش میشه accelerated idioventricular rhythm. صرف ضربان بین 40 تا 100 اگر باشه. ببینین اینجا اگر شما اینجا ببینین شما در این سلاید ببینین باز یک چیز رو متوجه میشین. اول رگولاریتی آیا رگولر است یا نیست رگولر؟ فاصله بین ازی تا ای، بین ای و بین ای ناحیه رگولر است. فاصله مساوی است، رگولر است. هارت ریت ما محاسبه میکنیم. ریت یک خانه که تو باش ببینیم، یک خانه، 2 خانه، 3 خانه، 4 خانه، 5 خانه. ریت از 60 بیتس پر منت. از خاطر ازی که 300 ما تقسیم 5 خانه بزرگ کردیم 60 بیت آمد. بعدش ما شما میم پی ویو نو، بعدش میم پی آر انتروال نیست، نان. کیاره است واید است. بچه شما ببینین واید است. کیارس واید است. کیارس عادی نیست، کیارس واید است. وقتی که واید است و ضربان 60 است، ریتم شد accelerated idioventricular rhythm. accelerated idioventricular rhythm فاصله آر مساوی است، پی ویو موجود نیست، ریت بین 40 تا 60 است. accelerated ventricular rhythm پی ویو مورفولوژی نو پی ویو، پیار انتروال نو پی ویو انتروال، کیارس واید، ریت زیادتر از 60. apply your knowledge. accelerated ventricular rhythm امور ریتم است که ضربان قلب از 60 باشه، از 46 بالا باشه. idioventricular rhythm ریتم است. اگر می accelerated ventricular rhythm ریتم است که ما ضربان بین 40 الی 100 باشه. ventricular rhythm ریتم است که ضربان 20 الی 40 باشه. QRS واید، پی ویو نیست، پی آر انتروال نیست. مهمترین بحث دیگه ما شما ventricular tachycardy است. ventricular tachycardy دیپانس یک نوع از ventricular tachycardy بسیار معمول است. ما شما میخوانیم ventricular tachycardy. خب شما میفهمین اگر 3 or 4 or more than PVC premature ventricular contraction running واقع شود، ما شما میتونیم بگیم مریض ventricular tachycardy داره. ventricle جای state است، موقعیت است که کانترکشن و ریلکسیشن به وجود میاد. ventricle جای است که در اوج سیستول و دیستول به وجود میاد. ventricle موقعیت است که در اوج آوتپوت شما را تامین میکنه. اگر مریض ventricular tachycardy شد و آوتپوت شما را تامین نکرد، حالت امرجنسی یکی از اریتمیا های کشنده ventricular tachycardy، یکی از اریتمیا های خطرناک ventricular tachycardy. خب مکانیزمش رو انتری زیاد مهم نیست. در ventricular tachycardy ما میخوایم یک چیز برای شما محاسبه کنم در اینجا. شما یک چیز متوجه باشین،
یک چیز متوجه باشید، فرمول ما شما همون فرمول است. من میخوام کالر رو اگه بتونم چنج کنم، کالر پینتر سرخ بگیریم، ما باز میبینیم رگولاریتی، باز میبینیم تو میبینیم رگولاریتی irregular است یا نه، فاصله بین ازی تایی، فاصله بین این ناحیه تایی، فاصله نورمال است، رگولر است. چیزی دیگه ای که هست ریت است. ریت فاصله بین ازی تا اینی 1.5 خانه است، 1.5 خانه است، یعنی 300 تقسیم 1.5 خانه بزرگ مساوی میشه به چند؟ اگر 2 خانه می بود 1.5 ساعت، 200. ریت 200 است. پی ویف هست؟ جواب شما شنیده نشد. پی ویف هست؟ نخیر، نان. پی آر انتروال هست؟ جواب شما شنیده نشد. نان، نیست. QRS واید. پی ویف نیست. QRS واید. ضربان از 100 بالاست. ventricular tachycardy. اگر من از شما پرسان ventricular tachycardy، من میخوام در امیج یک سلاید، یک پیج بگیرم، میخوایم در امیج یک سکرین بگیرم، یک بلک سکرین بگیرم، بلک سکرین، اگر اینجا نوشته کنیم ایدیو ventricular rhythm و اینجا نوشته کنیم accelerated ventricular rhythm و اینجا نوشته کنیم ventricular tachycardy، اینجا نوشته کنیم اینجا نوشته کنیم regularity. تو باشه میره یک کالر رو دیگه کنیم regularity، نیست regularity. اینجا نوشته کنیم rate، اینجا نوشته کنیم پی ویف، اینجا نوشته کنیم پی آر انتروال، اینجا نوشته کنیم QRS complex duration، پی آر انتروال. The audioventricular rhythm regular است، accelerated rhythm regular است، ventricular tachycardy regular و slightly irregular ممکن باشه. ریت در اینجا 20 الا 40، در اینجا 40 الا 100 و در اینجا بیشتر از 100. پی ویو نیست، نان. پیار انتروال نان نیست، در این اکسلراتور دریوم نیست. QRS دایی واید، داییون واید. نورمال QRS 1 الا 3 باکس است. این نورمال QRS است. نورمال QRS 1 الا 3 باکس، دایی واید است. فرقی نمیست. امیدوارم شما مطلب گرفته باشید. اگر یک ریتم ایدیوونتریکولار ریتم ضربانش بین 40 الی 100 شد، نامش میشه اکسلریتد ونتریکولار ریتم. اگر از 100 زیاد شد میشه ونتریکولار تاکیکاردی و این امرجنسی است، چون بوتین تایم پر شدن نداره. این امرجنسی است چون به اسیستوله یا ارست قلبی میره. اگر شما یک ونتریکولار ریتم داشته باشین، از نظر کلینیکی رو باید ترجیح بدین که اکسلریتد ونتریکولار ریتم شود. اگر شما ونتریکولار تاکیکاردی دارین، ترجیح میدین که شما به حالت نرمال برگرده. امیدوارم مطلب گرفته باشین. The ventricular tachycardy towards the depends ventricular arrhythmias پی ویو نیست، ریت یعنی ضربان اکثرا ضربان اکثرا از 100 زیادتر است. ضربان more than 100 است. صرف فرقشی است که گاهی به این شکل است، گاهی از یک جای
گاهی دیگه جایی از خاطر ازی که لوکیشن امپالس یا تولید سیاله در بین بوتین در گذر است، در گردش است. اگر این بوتین است یک دفعه سیاله از اینجا منشه میگیره، باز از اینجا منشه میگیره، باز از اینجا منشه میگیره، باز از اینجا، باز از اینجا منشه، باز از این ناحیه، باز از این ناحیه و میره میگه طرز دیپرنس از خاطر به وجود میام، از خاطر الکترولایت دیفیشنسی، الکترولایت از خاطر کاهش خصوصا مگنیزیم، بینظمی الکترولایت که حالت به وجود میاد، خصوصا مگنیزیم. ventricular tachycardy rate more than 100. Regularity regular, P wave no P wave, pure interval no pure interval, QRS wide. Prior knowledge. ایرتم چیست؟ اول که ما میبینیم regular slightly regular شاید باشه، پی ویو نیست، پی آر انتروال نیست، کیو آر اس واید است و یک شکل نیست، زیاد به طرز دیپاینز میماند. طرز دیپاینز چرا به وجود میاد؟ طرز دیپاینز از خاطر بینظمی الکترولایت خصوصا مگنیزیم. ما تعقیب میکنیم در ویدیوی بعدی، درس باقی مانده را.